لبین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره تقوا چی می‌فرمودند؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. دیگه سوال نیست. پیامبر علیه السلام میگوید که اوصیکم بتقوی الله و السمع و الطاعه و ان تأمر علیکم عبد حبشی. من شما رو نصیحت میکنم به چیست؟ به پرهیزگاری و به شنیدن و به اطاعت کردن. حالا چی فرزند باشد، چی زن باشد، چی شوهر باشد، چی مرد باشد، چی زن باشد، هر کسی که نباشد، همیشه باید که پرهیزگاری رو اساس زندگی خود بداند. پرهیزگاری یعنی چی؟ خیرخواهی. اگر خوب سوده کرده بیام، خیرخواهی. پرهیزگاری یعنی خیرخواهی. پرهیز کردن از حرام و حرج، یعنی ظلم کردن به کسی. خیرخواه بودن به همه. خیرخواه بودن به همه اساسی سعادتی مسلمان هست. حتی به حیوان ظلم نکردن. پیامبر علیه السلام میگه حتی به حیوان ظلم نکنید. لبیک. علیکم السلام. مرحبا. بین تقوای ظاهری و تقوای باطنی در چی؟ کم دراشن می‌رسه؟ تقوای ظاهری و تقوای باطنی. سلامت باشید. خدا خیر برکت. موفق باشید. سلامت باشید. حالا خصوصا زنان رنگ و بور و هفت رنگ و ده رنگ و بعد خود در نمایش نگذارد. این میشه تقوای چی؟ ظاهری. تمام حسن و جمال و همش برای یعنی محرمه و شوهر ظاهری، یعنی حتی مرد هم یعنی باید که در ظاهر همچنین مسلمان به آزار باید در تمام معامله باید که به آزار باشد، به ضرر باشد. حالا در باطن چی؟ نیتی بد نداشته باشد، قلبش صاف و پاک باشد، هیچ کس مقصدی ضرر نداشته باشد. میشه اینش تقوای ظاهری و اونش میشه تقوای چیز باطنی.